فکر کردم دیگه نمیکشی. نه نمیکشم. یه دقیقه وایسا کارت دارم. خب بیا بریم تو. نه همینجا کارت دارم. ایرج شرایط مامانت عوض شده. من واقعا نمیتونم هم از مامان نگهداری کنم هم حواسم به بچه‌م باشه. خب میگی چیکار کنم؟ نمیتونم تو این وضعیت ولش کنم. نمیگم ولش کن، میگم یه پرستار بگیر حداقل. چی میگی زری؟ یه جوری حرف میزنی انگار از وضعیت من خبر نداری. من از عهده خرج و مخارج خودمونم بر نمیام براش پرستار بگیرم. خانه سالمنده. چی؟ خانه سالمنده. یعنی چی؟ میذاریمش همون خانه سالمندان که خواهرم اونجاست. به خدا ایرش خودمون حواسمون بهش هست. بابا خجالت بکش زری. چرا مگه چی میگم؟ تو مادر خودت هم بود اینجوری حرف میزدی؟ آره ربطی داره بابا ایرج؟ مادر من که هم در حق ما خوبی نکرده، خونه‌شو دربست در اختیار ما گذاشته، کارت حقوقش دست منه، مثل چشماش از انسان مواظبت کرده. چه ربطی داره؟ ساکت شو دارم حرف میزنم. دیگه چیکار میتونسته بکنه اون نکرده که الان یه همچین ظلمی بهش بکنیم؟ چه ظلمی؟ یه جوری میگه ظلم، بعدش هم هر کاری کرده برای پسرش کرده. چرا منتش سر من میذاری؟ من همچین کاری نمیکنم. میکنی ایرج؟ میگم همچین کاری نمیکنم. بعد تو فکر کردی السانا مامانو ول میکنه؟ السانا بچه‌ست نمیفهمه، اون با من.